یه جوری زل زدید انگار من واقعا قاچاقچیم. چه اینجوری نگاه میکنی؟ یعنی باورم نمیشه ها. هر کی به جای شما بود باورم میشد الا شما. چطور تونستی؟ بابا مال من نیست. به جون دوتا دخترم مال من نیست. من اصلا روم خبر نداره. این از اون سازا بود که بعدن صداش در اومد. پس بخیه کارم بودی و من نمیدونستم. رنا تو چرا یه حرفو میزنی؟ ساز و آواز چیه؟ من اصلا تو عمرم همچین چیزی رو ندیدم. اونم این همه گذاشته تو اینجای جیبم. داشت نکن آقای گلی، خودش که بال نداره بیاد داره تو جیب شما. خود کپشو. آقا گلی، این رئیس جدیده یه سی میدونست که گفت آشنا و غریبه رو بگردید. واقعا دستی درد نکنه که از اعتماد من سوء استفاده کردی. من بعدم با تو کار باشه. حالا ببین اگر از اینجا بیرونت نکردم آقا منو میبری. رانو ببین این سیما زنگ زد و مینا حالش خوب نیست. منم داشتم می اومدم اینجوری گرفتار شدم یه زنگ بزن ببین مینا حالش چطوره. دلم آشوبه. فرزاد جونم یه سر به مینا بزنیم بدبخت مافنگی دلش آشوبه. همین گفتم منو الان با سیما روبرو نکن. من به تو میگم مینا، تو میگی سیما. این دوتا چسبیدن به هم دیگه همیشه. صبر کن ببینم سنتی میزدی یا صنعتی؟ کدوم؟ سنتی میزدن سیاه. آقا گلی برو بگی بشین. پلیس زنگ زدی یا نه؟ پلیس زنگ بزنم کم بیام ببرنش ها. گفتم پلیس زنگ بزن. یا حالا یه جوری درستش کنی هرچه هم خرجه. چی جوری درستش کنم؟ چی؟ واتساپ با هم برو بشین سر جات. برو بشین سر جات. جرم خود سنگین تر نباید. آره
بدنش اینا چه زنتیه؟ میگم آقا گلی میدونم الان چی میکشی انشالله غم آخرت باشه. جاساز جایی نداری واسه اون موقع که سونتی میزدی باید فکر رو میکرد. جاساز جایی چیزی چه خبره؟ اینجا چه خبره؟ آقای گلی برو بشی سر جات. آقا گلی بفرما دیگه بفرما خرابترش نکن. معلوم میدونم چه ببین دایی جان داد دستش آره هرچی هستم کارتشو بدم بگو کجا میتونم راحت با طرف بزنم همینجا همه تو بزنم خب چند چی چند ببین 5 تا پرونده است دارم دادگاه با 2 ماه دیگه است یه قلم تو بجرم همینجاست نگاه کن دایی جان داد دستش. خب دایی جان حق با بنده بود یا خیر؟ بله دقیقا. سلام سلام علیکم تشریف آوردی؟ بفرمایید. من در خدمت. سرکار خانم گلی ایشون کی هستن؟ خب خواهرزادت من دیگه. نه ایشون که تو تلویزیون هست و میگن مانیتور حاج آقا. بعد چه انتظاری دارین من چه بدونم کیه؟ گویا با خواهر شما سرکار خانم گلی یه مراوداتی داشتن. من گفتم شاید بشناسینشون. نه من فقط همین یه دونه خواهر رو دارم. کلا ما زیاد فامیل نداریم، اصلا اهل رفت آمد نیستیم. بعد کلا شرط بابام برای ازدواج اصلا. حواستون کجاست سرکار خانم؟ ازدواج چی؟ ازدواج با کی؟ من اصلا الان آمادگی ازدواج ندارم. نه اجازه بدید من توضیح میدم خدمت شما. خانم گلی منظور دایی من اینه توی این فیلم یه خانومی هستن که یه نمه همچین کلا بردار میزنه. شما همونو دیدین؟ اصلا در ابتدا ارسلان جان دیدشون، بعد به من گفت من دیدمشون. شما اصلا چرا به خانم‌ها توجه می‌کنین؟ به جای اینکه از توی این دوربینای مداربسته به فضای مجازی نگاه کنین، یه ذره بیاین بیرون دنیای واقعیتون رو ببینین، آدمای واقعی دور براتون. سرکار خانم شما اصلا کلا مسیر رو اشتباه دارید میرید. این توی این مانیتور تلویزیون یک خانمی هست که گویا مشکوکه و داره کارهای خرابکارانه انجام میده. بله اصلا اعتقاد منم همینه. شما نگاه کنید برید تو صفحه‌های اینستا و فیسبوک و اینا، کلا هر کسی که اونجا عکس پروفایل گذاشته عکسش با واقعیتش فرق میکنه. ولی من نه اهل فضای فیسبوک هم نه چه بدونم اینستا و اینجور چیزام، همینی هم که هستم. سرکار خانم گلی اصلا موضوع شما نیستید بابا، این خانم مشکوکه. بله همه چی مشکوکه. اصلا تحقیق لازمه یه هر کاریه. حق هر خانواده‌ای که نسبت به هم دیگه تحقیق کنه. اصلا جوونا باید نسبت به هم دیگه تحقیق کنن. خب مسئله یه عمر ازدواج الکی که نیست، باید برن زیر اسم. مگه نه آقای دکتر؟ تحقیق؟ از پدر بزرگوار شما قد کله بنده مواد مخدره گرفتن. چرا با اعتبار خانوادگی ما بازی میکنید؟ تاج آقا پدر من هر کاری که بگید ازش برمیاد، جرم، جنایت، قتل. ولی مواد مخدر نه اصلا. من قسم میخورم همین الان آقای دکتر در مورد من چه فکری میکنن. اجازه بدید من یه مطلبی عرض کنم خدمتتون، خیالتون رو راحت کنم. من در مورد شما فکر بدی نمی کنم. واقعا در مورد خانواده ما فکری نمی کنی؟ من شک ندارم پدر شما اینقدر آدم محترمی هستن که همچین دختر با وجنات و با شخصیتی رو تحویل اجتماع دادن. جناب آرامش، اگر فرمایشی ندارین بنده رفع زحمت کنم. آرامش نه، آرام بخش. بخش و مخشش مهم نیست، مهم آرامششه. اجازت. لیش کن کتاب فرزاد بگم دکتر اومده. دکتر؟ نه فرزاد
بابا دارم میگم دکتر اومده چیکار کنم؟ میخوام مثل من بدبخشی؟ دیروز شوهر خوب بود، شوهر جون بود، شوهر بالش زیر سر بود، حالا که من رسید آسمون تپید. مردا بهترینشون هم شارلاتان ترینشونه. فهمیدی؟ هرچند شارلاتان ترینشون هم بهترین. اصلا بهش نمیام. آقا فرزاد؟ نه آقا دکتر. ببین اینا همشون همینجوری هستن. اولش تریپ عاشقی برمیدارن، بعدش که میزنن به تیپ و تاپ آدم حقه باز. فرزاد؟ نه خیر دکتر. خواهر من یه کد بذار، من اینطوری گیج میشم. کد دیگه برای چی میگم که تا وقتی که موهات اینه دندونات سفید بشه مجرد بمون. بهتر از اینه که وقتی بخوای عشق و عاشقی کنی بعد مثلا عروسی کنی و اینا بعد طلاق بگی بیفته رو دستا. اینقدر بدم میاد که ادای منو در بیاره. من خنگو بگو اومده بودم ازت مشورت بگیرم. خیرسترم. مشورت میخوای از این مطلقه؟ بذار بهت مشورت بدم. بهش روی خوششون نده. فهمیدی؟ تازه میفهمم بیشوری یعنی چی. دکتر فرزاد کتاب؟ خیلی بیشوری ها. با منی؟ نه خیر ساعت دیور تختی. نه دکتر فرزاد کتاب. Sen bu tağlar kimi mənə de bax, bey oturub orada mənim sözlərimə, sənin sözlərimə qulaq asın. دهنتو ببند میگم. اصلا میدونی چیه؟ من اینقدر هزینه کردم، اینقدر باشگاه رفتم، اینقدر رژیم گرفتم تا به اینجا رسیدم. بابا من 120 کیلو بودم. Cənab Qasım bu nə? Mənə deyirsən bunun sözlərinə qulaq asmasan ha? Cənab Qasım mən bir dənə sənə bir yaxşı söz deyəcəyəm. Ağa bu deyil nə mənadır? Nə bilirsən? Lütfen Farsi sohbet kن. Bir deyil Farsi danış. Bəli, Farsi. Sözlərimi sən buna tərcümə elə də. Cənab Qasım. Bu qəbrən heykəli var idi. Bax top nə deyim bilovat? Basketbol. Gözlərinə qurban. Əlvan olubdu top voleybol. Yığışdıracam bax. Handbol. Yığışdır. Ping pong. Ağa yığışdırmağa nə deyirlər? Cəm kن. Cəmi təfriq elə bax. این منم؟ این آبجی کوچیکته. necə mənim xanivadəmi çəkdi ziri suala qoyur? بله خانواده‌تون میبرم درست خودتم میبرم زیر سوال. Sənə mən aparmasam ziri radikala mən kişi oğlu deyirəm. اجازه بدید ببینید نه من متخصص رژیم غذایی ام نه چاقی و لاغری. میدونید چی آقا؟ من 40 میلیون هزینه کردم. Aha elə deyir 40 milyon həsilə kərdim. Elə bir cibindən qoyub. Bilin mənim dədəm yəni pedərim mənsuz idi. Mən getmişəm işləmişəm deli vur. Ağa bu mənim əlimdir bax. Baxçınan gör işləmişəm pul بله باید کار کنی. میگه من رفتم کار کردم این پول دادم. باید کار کنی. پولو کی داده؟ ایشون داده. Ağa bir dəqiqə səbir özümün farsım vardı danışarım qabaqdı da. آره بلد بودی میگفتی. میگویم که خودم رفتم کار کردم پیل زدم در آوردم 40 میلیون اونن 40 میلیون هم دیده جناب قاضی من 40 میلیون دادم 40 میلیون کی 2 yıl bundan qabaq 2 سال پیش 2 yıl bundan qabaq mən 2 dənə piray soxardım parkinga الان 2 dənə piray dolar 120 milyon yani bak 100 دو تا پراید و همچی میگه دو تا پراید میکردم تو پارکینگ هم وظیفت آقا زن گرفتی باید سپر کنی خیر اینه نه درست میگن Gönlə də sənin qabağında belə ki öydə məni yeyir ha inan kimin bax dolanır mənim döyürümə ببند دهانتو ببند با پاشو دست فارسی بگید بفهمم چی میگی. هیچی آقا هیچی Eyni mor afi bax mənim döyürümə dolanır məni fişara qoyur fişarım hər yandan vurur çənə Sen indi bundan ne آقا شما یه سوال منو جواب بدید مرد وظیفش هست خانمش رو ساپورت کنه یا نه آره وظیفش هست یعنی چه تو هم داری طرفداریم یعنی ببین داری طرفداری میکنه من طرفداری نمیکنم من دارم میخوام داوری کنم عزیز من آقا یه لحظه اجازه بدین اصلا من میگم یه کاری بکنیم ایشون 500 تا سکه مهریه منو بده منو طلاق بده بره زن بگیره هر چند تا دوست داره براش بچه اینا درست میگه شما باید بدی دادگاه بریم هر چند تا فارسم مهریه نه فارسم کتوبه ده بقیه‌اsin دیسن میگه میریم دادگاه چی مهریه‌اش باشه من میدم بسیار خوب من یه نامه می‌نویسم شما میری دادگاه البته قبلش باید بری یه دمنوش بخوری اون بالاست وقتی اوضاع یه خورده بهتر شد اعصابت راحت‌تر شد میاد پایین میشینیم صحبت میکنیم مهرم حلال جونم آزاد sen niye titreyir korkuyor benden ayrıla من میترسم از تو داشتم همین الان طلاق منو باید بدی çık hamura çıktım teponuna برو بابا آقای عزیز bu damuşları çıkıyordu damnuş بالاست Kolu qav zaban olsa mən zabanın için bu qavan içsin bu eşyadır anlamır ki
میگم اما تو الان برای چه گرفتن آوردن اینجا؟ برای چه گرفتنت؟ مواد؟ چقدر؟ اینجا در بوده اینقدر؟ نگیری گردن ها اعدامت میکنن. این جرمش اعدام هم میشه. قاچاقچی و وقت بگو برای مصرف شخصی بوده. حالا موازرم اعدامم میکنم ولی نگم معتادم. پدر جان معتاد بیماره نه مجرم. او انگی که به تو میخوره انگ قاچاقچیه. قاچاقچی هم یعنی اعدام. منو به چطور یاش من چه مواد. به نظر من میدانی کار زنته گذاشته جیبت انگ قاچاقچی بهت بتونه بودتر طلاق بگیره بره بگارش. من زنم کجا بوده داشت دلت خوشه. با 22 سالت هنوز زن نگرفتی تو؟ چرا گرفتم فوت کرد. مرد؟ خوش می‌بینی تو مرض داری بکشیدش. خب طلاقش بده. نمیشه عمو نمیشه. سنگینه خیلی مرگش سنگینه. چقدر بوده؟ 10 گرم. 10 گرم طلا؟ طلا بود طلا چیزه. 10 گرم بال مگس. میدانی یعنی چه؟ برو خودتون مسخره کن. عوضی شوخی می‌کنی. مسخره چه؟ جدی میگم والا. 10 گرم بال مگس مرشه. حساب کردم خودم و 2 نسل پشت سرم با هم جمع بشیم. هر چی مگس تو دنیاست بگیریم بالش بکنیم بدیم به این 10 گرم جمع نشده. اگه نمیتونی برو بگو که میخوام زندگی کنم. غلط کردم. نمیشه. یه ویلای 500 متری، 2 تا مغازه 3 دهنه، 2 تا ماشین فول آپشن آخرین مدل بهش داده. میگنی میگشه؟ میگه به اندازه 2 گرم میشه بقیه‌شه. درستش کن. مگس حالا فهمیدم. چه؟ حالا فهمیدم. چه؟ اون معتادی اون عوضی دادم دادگاه. اون گذاشت تو جیب من. مگس؟ فهمیدم. ذاکری! سرکار ذاکری! بله. بودو بیا. ببین ذاکری این حاجی سودی مغازه منه. همین الان برو زنگ بزن رو گفت بیاد. چرا میشه؟ من دارم بهت میگم برو. گفتم برو وانسا. اومدی یا؟ چه شد عمو چه شد؟ تو گذاشتی تو. من؟ تو گذاشتی. من الان من میگیرم. چه میگی؟ چی میگی؟ سلام. پدرتون به جرم قاچاق مواد مخدر گرفتن شما نشستین اینجا؟ میدونیم بابا. خوشی آسایش اصلا به ما نیومد. کجا؟ میبریم. میبینم این قدر آقایتونه. بودی. همه زندونه. به به چه حسن تصادفی. پدر گرام کجا هستن؟ مجرم الان تو اتاق حراسته. البته آقای دکتر برای که پدرم پاپوش دوختن ما اصلا تو خانواده‌مون کیس احتیاط نداریم. البته به لحاظ قضایی معتاد مجرم محسوب نمیشه بلکه بیمار محسوب میشه. اما کسی که مواد مخدر رو حمل میکنه اون بگی مجرمه. احسنت بر شما. اگه اون ببخشید بیماره اونم داره دارو میده دستش دیگه. اونم پس اگه میشه جرمشه. مؤید باشید. بفرمایید دکتر جان بفرمایید. آقا عجب دمنوشای خوشمزه. دستتون درد نکنه. دستش درد نکنه. خیلی خوشمزه olma. Yani ben yaman ottu. Yani sen ele bak bu yan taraftaydın. Sen ya günde من sen fitilafiz vurardın. میگم خوب گفت بیایم بالا دمنوش بخوریم ما خیلی خوشمزه. bir şey bilinmiş. چرا نگاه میکنید؟ ما الان باید فکرامون رو بریزیم رو هم یه فکری بکنیم. نمیشه که. فکر چی آقا؟ شما 3 نفر رو هم اندازه یه پفک فکرتون کار نمیکنه آقا. نیست که دستگاه میگیریم همین چون. دست پر بگیرم چی کار کنه؟ نه عقل داشتیم؟ اینقدر بازی در آوردی پسر رو از دست دادی. از داره باید عقل تصمیم بگیری. اینو اینقدر با احساس تصمیم نگیری. اتفاقا این سری دارم با عقلم تصمیم میگیرم. ولی خب تصمیم درست رو بگیر. شما انتخاب درست رو داشته باش. بزن دیگه بزن دیزن بس فرزاد بزن. این باباتو در آورد. انتخاب غلط این همه دیدیم با چشم. ای خدا
ببخشه بنده خرکیه بخواد ببخشه بفرما با فرق محبت ارسا معذرت میخوام خانم گلی من چند دقیقه میتونم مزاحمتون نه نمیتونی مزاحم کسی بشی اینجا بله حتما بله حتما چیکارش داری؟ مینا چیکارش داری؟ میخواد بره کجا؟ سیما چیشه سیما حرف ازم میخواد بره معجزه لده حالا زار ماسه میشه جان دستتون درد نکنه خوب بود عالی بود عالی بود الان نخط فرزیم خدمت ده چقدر شد هزینه؟ ناقابل 10 نه دوتاش 20 بله یه هدیه هم به خودشون بدیم دیگه بابت دموشه خوبشون بابا یه چیزی هم اینه دیگه دموشا حالا زیفته دایناسور ببینید اینه دیگه مشکل دست شما درد نه ناقابل تشریف مرسی ممنون بفرمایید سلام سه تا میخواد بده بابا چه ترسیری چه خبر چیشه ممنونم بالا روزو درست کن اینجوری بی جنبه یا ببخشید ما بریم دیره کجا بریم؟ وای کرونا اینجا کرونا نوتی داشتی سیگار چاقو فندک چیزی نداری؟ سلام علیکم سلام حال شما چطوره؟ جناب رسولی خیلی خوش اومدید کجا؟ خونه آقا شجاع داره میرم داخل دیگه خیلی خوب شما تشریف خونه آقا شجاع ولی اگر اجازه بفرمایید بنده اول بگردمتون بعد تشریف ببرید زیادی منو ببین منو میخوای بگردی قربونتون برم آقای رسولی از وقتی که آقای آرام بخش تشریف آوردن بخشنامه اومده اگه روح پدر بنده هم بخواد اینجا رد شه بنده باید بگردمش ببخشید عجب بگرد ولی حالم داره ازت دستتون بگید بالا بگرد خیلی خوب ببخشید بله آره یه توکه قاشق هم از این سبزه میبندی تنی فقط رنا جان توکه قاشق کجا قاشق میشه؟ اینجا بله اینجا رو کار بکنم اینم بذار تو حالا چشم خوش صدا بزن سلام علیکم راه انداختیم بوفر باره کلا به لطف شما اتفاقا بستیم بدیم بیکاریم داشتیم غرغر بازی در می آوردیم دیگه مشتری هم که اصلا نداریم ببخشید بله کلاغ هم پر نمیزنه مشخصه که کمی دلخوری رن خانوم عرض میکنم خدمتتون کار قانونی بوده لطفا این حرفا رو بذارید کنار شما مثل کلا حراست گذاشتین کنار آره نه یه چند ساعت بیکاری داشتم گفتم بیام پیش رعنا خانم چیز یاد بگیرم بله خیلی هم عالی مال عملتون عرض میکنم خدمتتون آقا گلی تماس گرفتن گفتن ظاهرا یه کسی شیطنتی کرده چیزی در جیبشون قرار داده شما نگران نباشید که دل خوشی هم من اصلا ازش ندارم ولی مطمئنم که همین مطمئن اتفاقا خیلی هم پیگیر بودن که از طریق دوربینات چکشون کنیم ببینیم طرف تا در نرفته بگیریمش اولین دمنوش دست ساز طبیعت خانم رو میل بفرمایید یکی رو فعلا این دفعه مهمون خانم طبیعی هستیم و دفعه بعدیش دیگه پولیه ما که ایشون ندونن شما میدونید هم حق آبوگل داریم هم حق طبیعی ممسش اینجا باشیم میل بفرمایید بفتشون اینجا رو میبستیم خوب شده؟ خوب مال 2 دقیقه‌ش بی‌نظیر عالی راست میگی؟ این همه هنر داشتین چرا تا حالا رو نکرده بودی واقعا؟ بازم داری؟ بله بازم میخوام برو کن عالیه طبیعی
نفقه بود عقب‌تر. اینم که نفقه بود فقیه است. اینم که عدم تمکین چیزی گم کرده آقای رسولی؟ نه رنا خانم شما خودت شاهدی این اتاق سالها با این تجهیزات اجازه نمیدن کسی بیاد تو. من موندم این ما نامه‌نگاری کردیم چجوری اینجا رو در اختیار شما قرار دادن؟ دوستان ما چی داشتن؟ لطف داشتن به ما. لطف من نکن رانت داشتن دیگه. لطفش کجا بود؟ همینجاست همینجاست نگه دار نگه دار یه دیگه بره اون چیزی که شما میخواین همینجاست بفرمایید. جسارتا من که چی نمیبینم. آقا ایراد از نمره عینک شماست. کور اینو میبینه اینا. آقای رسولی با این سن و سالش دید. نه خانم منم چیزی نمیبینم. کجا رو میگی؟ آب هویج. هر دو آب هویج لازم این آب هویج بخور. کجا رو میگی بفرمایید؟ طبیعی بزن عقب. عقب طبیعی عقب. چشم. حالا حرکت آهسته کن. آهسته. همینجاست نگه دار. خب آره همین لحظه بود دیدی؟ متوجه شدی؟ اینها دیگه. یه چیایی دارم میبینم الان. بازم یه چیایی میگه از حرام نشمسه. آقا یه عصای سفیدی عینکم به تجهیزاتت اضافه کن آقای. اینطور که از شواهد امر پیداست ما این فقره رو چی کردیم؟ عجله. نمیدونم شما چطور آرام بخش هستین که اینقدر عجولی. خب بس حداقل یه کاری بکنین اینها. من چی کنم من چی می‌دونم کار خودمه. طبیعت خانم شما هم تشریف بیارید الان رسمی‌تر از ما. بریم بالا اقدام می‌کنیم. با اجازهتون من برم هماهنگی‌ها رو بکنم. با اجازه فرمای هماهنگی بکنم. سال گاف شود بودی پدرش در اینا روش من تجربه. واقعا نمی‌بینی؟ سکا خانم یک بار دیگه بذارین من هنوز چیه درستی متوجه نشدم. شما چی تو رو عوض کنی؟ پارکمون؟ نه عینکت. دیدی؟ چطور چپون دارم اینجا گذاشت من اصلا معلومه. به آمدونی چاکر شهروندی هم واسه خودم هم واسه دخترها رو قاطی خودت نکن. تو من 11,000 بخواد فاصله دارم آدمای خوبه. 2,000 تعریفت کردیم سوی استفاده کردی. صدا چرا واسه من دورگی میکنی؟ یه دم نوش خوردم صدا میگی شد کی دورگی کرده؟ تو برای چی میخوای بیای دادگاه اومده بود اینجا؟ بابا اومدم دخترم زنگ زد گفت خواهرش مریضه نمالش خوب نیست اومدم اینجوری گرفتار شدم. خیلی خدا شکر شد. من با عزت برم دیگه. کجا بری؟ برنزا برم دکتر گلو درست کنم خونه بگیرم مده. بابا یا آبیشم بخور خوب میشه. خونه من واسه خودت میگیرم عزیزم. تو که میگی با 30 تومن خونه نمیدن. میدن ندم من میدم. 30 تومن رو بذار بانک هر ماه سودشو بگیر حالشو ببر. با هم میریم زندگی میکنیم دیگه. بیا. ببین من حوصله زندگی با شما ندارم. اصلا معذبم. ولی چی گفتی یه خونه من هنوز سیب زمینی نشدم با. من که الان آواره هم دوتایی میشیم آواره دیگه. بیا. ببین تعارف نداری من گرم خونه برم خونه تو نمیام. اونجا خیلی راحت ترم. بخور دیگه. اون یه ذره هم بخور. نوش جان. نواد ریخته بودین توش دیگه. متوجه نشدی؟ دو برات زدم اینه بوم منفجر بشی. بخور. شغل داشتم، آبرو داشتم، کار داشتم. در عرض 5 سال یه جوری زندگی کردم که شاه نکرد. نوش جان خب و کار شما چی بود؟ ساقی بودم. نه؟ کل پارکای غرب تهران و اندکی از شرق تهران قراغ داشتون زونا بخور. کار آبرومندی که میگفتی همین بود؟ ساقی بودی؟ بسی ببینم دزدی کردم؟ نه. اختلاس کردم؟ نه. تازه به زنا هم نمیفروختم. زیر 18 سال که قدغن. کلا با غیرت هم بوده. آفرین. تازه نسیه هم میدادم. غیرت. بخور تمومش کن. ولی بهره نمیگرفتم. اسلوتی هم بوده.
اما میدونید یه مقداری اینایی که بهشون نسیه میدادم قاطی میکردم میدادم بهشون دیگه. ضعیف پوشی تا این حد تمومش کن. بخور. اما همه معتادای محل ازم راضی بودن. بعد برای امواتم فاتحه میخوندن، پول برکت میکرد. واقعا باید به قبرشون نور بباره. بس به خاطر اون گذشته که اینجوری عاقبت به خیر شد. اینجا رفیق بد و متاع خوب. از وقتی عملی شدم این جنسام قاطی شده بود، مشتریام کم شد. خاطر از همین بی‌کیفیتی یا زهر ماجرا گذاشته بودی اینجای گلی؟ آره؟ نه اون خالص بود. شرافتم داره. تفلک معرکی گناه آقای گلی هم شستی. بابا میدونی چی شد؟ زنم میخواد ازم طلاق بگیره. این داداشاش نشستن زیر پاش میگن یارو معتاد، ازش طلاق بگیر. اصلا داداشاش هم بساطی خودم بودن، با من پا میشدن با من میشستن. رفتم به زنم گفتم بابا اینا اینجوریان. زنم باور نکرد. تا امروز که دیگه داشت میومد دادگاه یه تیکه از اونا اومدم بندازم تو جیب داشه که بفرستمش پیش نادر که که بالاخره گلی رو فرستاد پیش نادر. پس اینطور که از شواهد امر برمیاد ما خامی و جوانی و نادانی کردیم، این بنده خدا آقای گلی رو فرستادیم پیش همون نادری که ایشون میفرمایند. یک معذرت خواهی ما با آقای گلی بدهکار شدیم. البته بنده باید یک تشکر مبسوط از سرکار خانم سیگاری داشته باشم که با اون معجون معرکه و اعلاشون کاری کردن که یک معتاد محترم به آغوش جامعه برگرده و اعتراف کنه. اصلا عمه خفن. اختیار داره دیگه، کاری بود که از دست ما برمیمد. یعنی یه جوری تخلیه اطلاعاتیش کردم که یه مأمور آگاهی تو خود اداره آگاهی هم نمیتونست اینجوری تخلیه. دیگه متهم تحویل شد. سرکار زیادی. این آقا رو تحویل بدید حراست. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید آقا. صداش به مطالعه نمیخورد. این چی بود؟ اینطوری بود یا اینطوری بود؟ این چهار اول اصلی رو میزد. همه چی بود؟ تشخیصش بلا سخت شد. تا از این اولی پلاستیکی ها بود. قیافش علکی بود جنسش. از طریق چشایی داشت منو میگرفت. حکم اخراجتون. زحمت کشیدید. بفرمایید. سرکار خانم بفرمایید. لا اله الا چی شده؟
بیا تو. به عجب جایی. اینم خونه حاجی جون. دیگه چی میخواد؟ خونه این که قصر مرد حسابی. ما به 2 اتاقی میگیم خونه. چند است اینجا نگاه. چی مفته؟ متر 40 40 واقعا مفته. حاجی جون امروز آبرو ما رو خریدی یا آقا انجام وظیفه شده قربونه. واقعا دمت گرم. ببین حاجی من با این 2 تا الدنگا اینجا زندگی میکنم. شما هم بیایید میشه 3 تا. یا عاشقی ما هم الدنگ حساب کردی ها. میشیم 4 تا الدنگ. اشکال نداره. حاجی جون بابا هم بابا رفیقی به دل نگیر. قربانه. هر چی شما بفرمایید. چشم 4 تا الدنگ. زنده باش. یه نگاه کنه. آره برو بگرد. دریاست اینجا. الو بابا اینجا چیه؟ چه گریه میکنی بابا؟ ده بابا حرف بزن دیگه چی شدش؟ با تو هم بیاد. خیلی خوب. چی شده؟ من الان برمیگردم باشه. خداحافظ شما. دیگه چی شده گریه میکنی؟ یه شب نشه 20 سر خرج دیگه کنیم. ما اگه نریم دنبال شهر میاد دنبال ما. من الان برمیگردم حاجی. من دیگه من میام دیگه. بابا تلم شد. تنها برای چی بمونم؟ بریم بابا بریم. بس بیا. اما فقط اینا بعدش تاریخ وسطش گذشته. اینه چه کن؟ اینا گذشته. این مدیرم. چی تاریخ وسط گذشته شده خود مدیر. خوش گذشته همه رو بده واسه مدیرانه. چرا داره گریه میکنه؟ آه چرا پاپا میکنه؟ این چی مدیر شده؟ مدیر گریهش اینجوریه طفلی. سیما طارق منجوی مدیران اینا که گذشته روشو ماژیک بزنم و نگیره این آبونی بره. حالا راحت شدی؟ همین رو میخواستی؟ اما یه دقیقه حواست اینجا باشه معلوم میاد. کجا؟ بابا درست زنم میستری بابا کلی خاطره خوب باید بریم گلان داره نهیدید شد. سیما جان سیما جان چشونه این؟ دیوانه هم دیگه عزیز من دیگه سوال کردن داره. اون از خونه این از دادگاه. آسایش نداری. رو زیرمیر نریخته باشه چیزی. رعنا جون رعنا جون جان رعنا جون اوی سلام علیک سلام. اخراجش کردم. چی؟ بده میبینم. اخراجش کردم. اخراج شد. بدبخت داداشم روی این آب باریکه حساب کرده. این بخشنامه رو بذار تو پرونده 4 شما گفتی بزنم پرونده 3. کی من گفتم زیادی پرونده 4 خبر آمد. خبری در راه هست. چه خبری داد میزنی؟ چه خبره نمیدونی چی شده؟ آقای گلی آزاد شده. بله میدونم. سیما اخراج شد. چی؟ کدوم سیما؟ صدا و سیما. ما چند تا اینجا سیما داریم؟ یه دونه سیما داریم دیگه. چرا؟ این آقای رئیس جدید با یه چیایی که میکنه چند تا چی میشه؟ اینقدر دریوری نگو. آقا دریوری چی؟ تمام اینجا دوربین کار گذاشته. سیما رو در حال رشوه گرفتنش و اخراجش کرد. اصلا این حرفا به تو چه ربطی داره؟ به من چه ربطی؟ بله. به تو چه ربطی داره؟ راست میگه. من و جناب آقای آرامبخش یک روحیم در 2 بدن. اگر چند وقت دیگه من نشدم مدیر حراست هر چی که دوست داشتی. هندل؟ شیرف کن نون بازو تو بخوردم با نون پاچه به جایی نمیرسه. اتفاقا من با نون پاچه، نون سیراب، نون شیردون، نون بناگوش و نون مغز به همه جا میرسم. من نون بازو از گلو پایین نمیرم. بیا برو سر کارت وگرنه این صورتتو اینجوری میمالونم به هما. یه کاری نکن بگم اخراجت بکنه. حواست جا. یعنی واقعا تو میخوای رئیس جدید بشی؟ بله. زیادی؟ شیرف کن بیا برو سر کارت. نرم میخوای چیکار کنی؟
سیمای من کجاست؟ سیمای من کجاست؟ سیمای شما رشوه گرفتن اخراج شدن آقا گلی. بی خود شدن. سلامتی آزادی آقا گلی بی ملاقاتی، سلامتی سکس آقا گلی و رعنا خانوم و سیما خانوم و مینا خانوم و شیراب کرده میکرد. سلامتی آقا گلی که سیما خانومشو بیشتر از مینا خانومش دوست داره. سلامتی کریم بنزما، چون نمیگه بنزمن، میگه بنزما. آرامشی داره نگات که رو به راهم میکنه، چه خوبه یکی مثل تو داره نگاهم میکنه، مثل یه آسمونی که توی شباش ماه داره. میخوام تو رو ببینمت هر شب اگه راه داره. میخوام تو هم بمونی کنار حس و حالم، دیوونه بار من از تو این انتظار رو دارم. بذار حساب کارم از آدم ها جدا شه، هر جا برم مهم نیست، هر جا که با تو باشه. لا 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 این صدا صدای قلبمه، داره صدات میکنه، هی نگات میکنه، اما کاش نفهمی که یکی نگات میکنه. میخوام تو هم بمونی کنار حس و حالم، دیوونه بار من از تو این انتظار رو دارم. بذار حساب کارم از آدم ها جدا شه، هر جا برم مهم نیست، هر جا که با تو باشه.